بله اوضاع اینجوریه. بالاخره که ما میدونیم چه شکلی. در بحث دلار و سکه که مطرح کردم خدمتتون، الحمدلله میدیدیم که روز به روز ارزش ارزهای خارجی بالا میرفت و ارزش پول ما هی میمد پایینتر. بیم آن میرفت که دیگه کم کم از خارج برای شکار انسان بیان توی ایران بگن خب دیه $1. بعد به هم میشن که how are you؟ امروز میگم چند تا زدی؟ امروز 10 تا زدن $10. چون شکار انسان خیلی حالش بیشتر از شکار حیوانه. به این مرحله هم ممکن بود برسیم و خب خدا رو شکر نرسیدیم. زمانی که شما در جریان وضعیت دلار بودید، دلار 1400 تومان که قبلا اعلام شده بود، خط فقر رو برای ما 3 میلیون تومان در ماه تعریف کرده بودن. یعنی اگر کسی در ماه زیر 3 میلیون تومان درآمد داشت با دلار 1400 تومان زیر خط فقر بود. این دیگه نمیتونه رو خط باشه و تو خط بود، یا تو خط بود زیر خط. ما تو خطی هم داریم، اونا خیلی آدمای موذی هستن چون معلوم نیست روان یا زیرن، اینا تو خط حرکت میکنن. دلار 1400 تومان 3 میلیون تومان در ماه. دلار که شد 3000 خورده‌ای گفتن آقا 6 میلیون تومان در ماه. کسی اگر کمتر داره این زیر خطه. دلار که از مرز 20000 تومان گذشت، کل هیئت دولت و وزرا هم رفتن زیر خط فقر. تا میگم وزیر بهداشت یکی هم همه فقیر، اون زیر به هم روی خط فقر برهود، هم تا اون تا هیچی نبود، همه زیر خط فقر برهود. قامت عجیب غریب من براتون نگم براتون. بله همه زیر خط فقر. ما وضعیتمون همه جوره، یه جوره ناجوره. این از وضعیت دلار و سکه و از بس که تو این روزهایی که بحث دلار و سکه مطرح شده بود تحلیل سیاسی شنیدیم، گوش هممون زخم شد. چقدر تحلیل سیاسی. بعد میری تو بازار، مسکن حبابه، ماشین حبابه، سکه حبابه، دلار حبابه، یورو حبابه. من نمیفهمم این مملکت یا کف صابونه، این چی جوریه؟ همش حبابه. باور کنید خود باب اسفنجی اینقدر حباب دوست نداشت که اینقدر حباب. و توصیه میشه که حتما تو این شرایط اگر جایی میرید جفت دمپای ابری حتما باهاتون باشه، چون حبابه یا لیز میخوری چارچرخت میری رو هوا خودت هم میشی حباب. شما فکرشو بکن در اوج گرانی همسایه ما ماشینشو فروخت 30 میلیون تومان. انقدر خوشحال شیرینی داد، گفت 10 میلیون سود کردم. خوشحال. پری روز رفت 45 میلیون ماشین خودشو پس گرفت. قدر داشته های خودتون بدونین. سانتافه الان نزدیک 500 میلیون تومان شده. شما هر جای دنیا بگی آقا من ماشین 18000 دلاری رو 60000 دلار میخرم، سریع بهت پناهندگی میگن آ بیا برو. شما اصلا هر جای دنیا بری بگی من روزی 8 ساعت کار میکنم، ماهی 100 دلار میگیرم، دیگه پناهندگی بهت نمیگن، با یه گلوله خلاصت میکنن. تو اصلا واسه چی زنده ای؟ یه بارش در جریان همین بازی های المپیک، آخه ما گزارشگرامون هم با همه جای دنیا فرق میکنن. مرد حسابی، آخه تو رفتی ریو دی ژانیرو، عوضی که گزارش لحظه به لحظه ورزش ما رو بدی، عوضی که به عنوان یک گزارشگر ورزشی بیاد بگی ملت عزیز ایران، ورزشکاران غیور ما یکی پس از دیگری دارن حذف میشن، براشون دعا کنید. که البته دعاهای ما کارگر نمیشد و مستجاب نمیشد. دلیل علمی هم داشت، چون ما با 20 ثانیه تأخیر میدیدیم بازی‌ها رو. ورزشکار ما شکست خورده بود، تازه ما دعا رو شروع میکردیم. خب مگه میشم چیزی؟ خیلی عجیب غریبه. یعنی فداکارترین انسان‌های دنیا هم در همین ایران زندگی میکنن. فداکارترین انسان‌های دنیا همون عزیزانی هستن که در تلویزیون نقش سانسور رو به عهده دارن. مسئله 20 ثانیه تأخیر به اینجا مربوط میشه. لحظه‌ای که دوربین میرفت قسمتی از ورزشگاه که خیلی به هم عشق می‌ورزیدن، ما گل و بلبل میدیدیم. با حامد بهداد که صحبت میکردم، اولا که اولین باری بود که من این سعادت رو داشتم انقدر
نزدیک و طولانی با حامد عزیز صحبت کنم، عجیب غریبه. گاهی اوقات ما فقط قدرت بازی رو در یک بازیگر میبینیم. وقتی ایشون کلام خودش رو آغاز کرد که انه یک فیلسوف زمانه، انقدر کتاب خونده، انقدر اطلاعات بالا و انقدر میدونست و ناهنجاری ها و هنجارها رو انقدر زیبا به رشته کلام برای من در آورد. اصلا تعجب کردم که مگه میشه. و این واقعا قابل تحسینه که بازیگر ما اهل مطالعه باشه و اهل خرد، اهل اندیشه، و این باعث میشه که رشد کنه، موفق. میگفت که باید حسن جان در ایران کارها زیربنایی انجام بگیریم. نمیشه همین بحث المپیک مثلا طرف یه استعداد ریزی توی چی بره اونجا طلا بده، الکیه مگه؟ آقا یعنی چی؟ بابا دوره قبل المپیک شناگر ما از 8 نفر 8م شد. مربی اومده جلوی دوربین میگه فراتر از حد انتظار ما ظاهر شد. میخواستی غرق بشه؟ عرض حسابی. میدونم یه عده خجالتی هستین، اما عده زیادیتون ریز دارین کلاس میذارین. من خواهش میکنم عزیزان کلاس نذارید. یعنی با کلاس دارینتون منم خدا شاهده. من معلمم و 60-70 تا کلاس دارم. شما چند تا کلاس داریم؟ همه ما دیدیم که چطور در اردیبهشت ما هفته معلم دانش آموزان ایرانی از معلم ها قدردانی کردن. چقدر زیبا. برف شادی ریختن رو معلم، فشفشرم گرفتن زیرش. معلم آتیش گرفت، کز خورد، انقدر شعله زیاد بود راه خروج رو پیدا نمی‌کرد. 3 بار فقط تو تیغه در کلاس خورد. آخرم اومد تو راه رو میدوید. سوختم بچه‌هام پشت سر معلم آتیش که عوضی که برین رو خاموش کنید. چرا معلم آتیش بود؟ چه رسمی؟ تشکر کنم از شما خوبانی که اینستاگرام بنده رو فالو میکنید. حسن آندرلاین ریوندی. ممنون از فالوی مهربانتون، ممنون از کامنت های فوشتون. بالاخره عادت کردیم ما، سحر میدونه، بهداد میدونه، دوستان هنرمند همه که میان توی پیجاشون فوش مش میدن دوستان. بالاخره حامد میگفت من از کجا بدونم این بزرگوار چه رنجی رو داره متحمل میشه که میاد در پیج من فحاشی میکنه. شاید از طریق من روح ناآرام اون آرامش میگیره. و این حرف بهداد خیلی برای من ارزشمند بود که از این دیدگاه به موضوع نگاه میکنه. میگفت ما از کجا بدونیم زندگی. یک روزی دکتر فرانکلین، این اندیشمند بزرگ تاریخ، وقتی که در زندان نازی ها اسیر بود، میگفت زمانی که ما رو وارد سلول میکردن و هر روز تعدادی از ما رو در کوره های آدم سوزی میسوزاندن، زمان ورود به سلول که افسر نازی اردنگی محکمی به من زد و یک پس کردنی و فحش ناموسی بدی به من داد. من درد شدیدی رو به واسطه اون کتک و اون فحش در جسم و روح خودم احساس کردم و تا چشمانم لبریز از خشم و انزجار و نفرت شدم. لحظه‌ای در گوشه سلول نشستم، با خودم اندیشیدم. گفتم اگر من یک لحظه به دوران کودکی این نازی برگردم، از کجا معلوم که مورد کودک آزاری قرار گرفته باشه، زیر دست ناپدری، نامادری، در فقر و بدبختی روزگار سختی رو شاید گذرانده. میگفت انقدر به این موضوع ها فکر کردم، عوضی که از اون متنفر باشم برای اون دل سوزوندم و دیگه هیچ دردی احساس نمی کردم. درود به حامد اهداد که انقدر فکر زیبایی داره. کامنت میاد بعد او مای گاد بیگله. بعد تو ایران شما یه پست میذاری زیرش کامنت میاد. دیگه زیباترین کامنت اینه، میخواد ازت ترش دهنت سرویس. در کنار من خیلی زحمت کشید، روی صحنه با دستان هنرمندش بهترین آهنگاش رو تقدیم به شما کرد. علی دشتی می نوازد بسیار بسیار. مشتی. خب تمام شد، میگن وقت تمام شد عزیزان. جان همیرا کجای مشتبه؟ بذار ببینید کچل چی میگه. هر چی میگه. درود دوباره. من یه چیزی میگم،
اگه با من موافقین دست بزنید که اصلا من، چون اگر دوباره حسن مرد تنهای فرهاد بزرگو نخونه من نمیرم. شما میرین؟ میرین؟ اولا میرین حرف قشنگی نیست شما میزنید، بعد بگی بیاین، چون حرف از رفتن نباید بزنیم. دویمان که واسه خودت پپسی با میکنی اینجا، چون فکر کردی از من کچلتری میتونی هر کاری بکنی. میخونم به خاطر علی جناب، به خاطر کار قشنگش و به خاطر بازی قشنگ حامد عزیز. بشنوید یک بار دیگه کار مرد تنها رو. میبینم صورتمون تو آینه، با لبین خسته میپرسم از خودم. از این به بعد شما میتونید در سایت یوتیوب ویدیوهای کامل من رو با کیفیت عالی و طبقه بندی شده، آرشیو شده در کانال رسمی خودم یعنی حسن آندرلاین ریوندی ببینید. بیاید در سایت یوتیوب و کانال رسمی حسن های ریوندی و کچل های ریوندی.